پشتم به در بود که یک دفعه احساس کردم یکی وارد حموم شد و تا فهمید من متوجه شدم پرید و از پشت بغلم کرد. حالا که این دختره هست همینو نگه میدارم برای اینکه کارای زنمو بکنه. این وسطا یه ثوابی هم میکنم. البته هرچند که دختر قاتل خواهرمه و هر بار که چشم بهش میفته جیگرم آتیش میگیره. اما خب هرچی هم باشه بالاخره دختر سیمینم هست و اون دنیا روحش شاد میشه. یه کمی خیالم راحت شد. پس بالاخره یه نفر راضی به نگه داشتنم شد و حاضر بود به هم پناه بده. مادر بزرگم که اینو شنید گفت خب باشه، میخوای دختره رو راه بدی بده، اما وقتی میای خونه من با خودت نیاریش که داغم تازه میشه. ممکنه یه وقت بزنم از وسط نصفش کنم. بعد از فوت عمم به خونه داییم رفتم و قرار شد با اونا زندگی کنم. زن داییم اسمش شهناز بود. مریض نبود اما چاقی بیش از حد داشت و اضافه وزن و سنگین وزنش باعث شده بود به زور نفس بکشه و راه رفتن براش سخت باشه. برای همین داییم میگفت زنم مریضه و احتیاج به کمک داره. از همون روزی که منو برد تو خونش بهم گفت ببین دختر جون، داری میای تو خونم تنها دلیلش اینه که به شهناز کمک کنی و اون ازت راضی باشه. اگه ببینم شهناز ازت ناراضی و کاراتو نمی کنی از خونه پرتت میکنم بیرون. پس در واقع من رو برای کلفتی آورده بودن، نه برای رضای خودم. البته زیادم سختم نبود چون عادت کرده بودم به کمک کردن تو کارهای خونه و با خودم فکر میکردم چیزی نیست که از پسش برمیام. 3 بچه داشتن. پسر بزرگشون فرهاد تازه ازدواج کرده بود و سر زندگی خودش بود. پسر وسطیشون تازه رفته بود خدمت سربازی و اسمش فرزاد بود. 6 سال از من بزرگتر بود و حالا تقریباً 19-20 سالی داشت. 2 سال بود که ندیده بودمشو، اما قبلشو خوب یادم میاد که پسر خیلی پررو و نچسبی بود و ازش خوشم نمی اومد. حالا امیدوار بودم که بعد از این 2 سال یکم بزرگتر و با شعورتر شده باشه. اما بازم تازه رفته بود خدمت و با خودم میگفتم حالا که پیداش نمیشه و امید داشتم تا اون سربازیش تموم شه و برگرده بابام آزاد میشه و منم از اینجا میرم. یه بچه دیگه هم داشتن که اسمش فرید بود. فرید 1 سال از من بزرگتر بود. اما چون مشکل داشت خیلی کمتر دیده میشد. مشکل ذهنی و ناتوانی جسمی بود و نمیتونست راه بره. روی ویلچر مینشست. خیلی هم بد اخلاق و عصبی بود. به شدت نیاز به مراقبت داشت. یه مدت که گذشت فهمیدم من برای کمک کردن به زندایی نیومدم، بلکه برای انجام کلیه کارهای خونه، همچنین انجام دستورات زنداییمو مخصوصا به صورت ویژه به فرید و مراقبت اونجا بودم. از صبح که بیدار می شدم کارام شروع می شد. باید صبحونه آماده می کردم. آب و جارو و پخت و پز همگی با من بود. زودتر از همه بیدار می شدم و دیرتر از همه می خوابیدم. زنداییم وقتی که مامانم زنده بود با هم چشم هم چشمی داشتن. حتی یادم هیکل شهناز همیشه باعث خنده مامانم بود و جلو چشمم به شوخی بهش متلک مینداخت. اما من که دختر بچه معصوم بیشتر نبودم. چه گناهی داشتم که حالا شهناز اصلا دل خوشی از من نداشت. پیش مهمونا و دوستاش که می اومدن خونشون منو کلفتش معرفی میکرد و واقعا هم کلفت بودم دیگه. اگه یکم دیرتر از همیشه بیدار می شدم با ویلا بود. با اون هیکل گندش تو خونه راه میرفت و میگفت بدبخت قدر نعمتی که داری رو بدون و خدا رو شکر کن که من وجدانم قبول نکرد بندازنت تو خیابون و بهت رحم کردم و والا الان باید تو کوچه خیابون می بودی. پشت سر هم منت میذاشت. از عمم خیلی غذاها یاد گرفته بودم که شهناز با نزدیک 50 سال سن هیچ کدومو بلد نبود. سفره من ازشون جدا بود. عین این کنیزا میز ناهار رو براشون آماده میکردم و میچیدم. بعد خودم میرفتم از تو قابلمه هرچی که مونده بود میخوردم. همه اینا یه طرف، مراقبت از فرید و کارهای فرید یه طرف دیگه. تا قبل از این که فرهاد زن بگیره و بره اون کاراشو میکرد. قبل اینم که من برم اون خونه داییم کم و بیش کاراشو میکرد. اما از وقتی من رفته بودم اونجا دیگه همگی خیالشون راحت شده بود.
باید غذاشو میدادم، سر ساعت داروهاشو میدادم، لباساشو عوض میکردم. حتی بعضی کارهای شخصیشم با من بود. آخه چون فرید پسر بود برای من اون کارا سخت بود و ناراحت کننده. اما خب چاره‌ای هم نداشتم. باید به حرفاشون گوش میدادم. وگرنه باز قرقراشون شروع میشد. تازه اینکه حتی فریدم با اون وضعیتش اخلاق نداشت. از همشون اخموتر و بد اخلاقتر بود. از لج من لباساشو کثیف میکرد یا داد و بیداد را مینداخت که من غذاشو داغ بهش میدم. اما همه کاراش دروغ بود، چون میخواست بقیه رو به جون من بندازه و با من خیلی بد بود. با اینکه اذیتم میکرد اما من مراعات بیماریشو میکردم اما این بار چون سرم شلوغ بود و کارام مونده بود و فرید با اذیتاش داشت وقتمو میگرفت و دستم مینداخت. از کارش حرصم گرفت و بهش گفتم واقعا خدا دیدت انداختتت رو ویلچر، وگرنه دنیا رو به هم میریختی. شب که مهمونه اومدن این جمله‌مو جلوی باباش گفت. وای که چه کتکی خوردم. دایم میزد تو صورتم و میگفت پدر سگ پدر فلان فلان، چطور جرأت کردی این حرفو به پسرم بزنی؟ میخوای پرتت کنم تو خیابون و از سرما این سگ لرزه بزنی؟ شهناز میگفت وای چشمم روشن، مار تو آستینم پرورش دادم. من تو رو آورده بودم که کوچیکی خودم و بچه هامو کنی، بعد تو برای من دم در آوردی؟ حقت لنگتو بگیرم و از خونه بندازمت بیرون تا بفهمی چه غلط زیادی کردی. چقدر جلوی مهمونا گریه کردم و تحقیر شدم. همون تو جمع مجبورم کردن زانو بزنم و از فرید عذرخواهی کنم. اون شب و هرگز یادم نمیره. به معنای واقعی صدای خورد شدن غرورم و شنیدم جلوی پای فرید که با لبخند موذیانه ای نگاه میکرد. نشستم و زانو زدم و همونطور که خواسته بودن گفتم معذرت میخوام، دیگه تکرار نمیشه. تا اینو گفتم اومدم بلندشم برم که داییم گفت نه کافی نیست، دستشو ببوس و بگو غلط کردم آقا فرید. وای این یکی دیگه خیلی زیادی بود. نمیخواستم به هیچ قیمتی این کارو بکنم، اما از ترس اینکه به قول شهناز لنگم رو بگیرن و پرتم کنن تو کوچه خم شدم و دست اون پسر بزداد و بوسیدم و گفتم غلط کردم. اون شب تا صبح گریه کردم و جای خالی بابا مامانم و کاملا حس کردم. تنها کسی که یکم با هم خوب بود نگار زن فرهاد بود که دختری مهربونی بود و گاهی برام لباس می آورد و وقتایی که نامهربونی افراد خانواده رو با هم میدید ناراحت میشد. یه وقتایی هم می اومد اونجا و دلش میخواست تو کارام به هم کمک کنه که شهناز بعدش می اومد و میگفت وظیفه خودشه کاراشو بکنه، تو دست نزن. خلاصه که تو وضعیت وحشتناکی به سر می بردم. وقتایی که مادر بزرگم می اومد خونه داییم من حق نداشتم زیاد جلو چشمش آفتابیشم، چون تا چشمش می افتاد به هم شروع می کرد به بد و بیرا گفتن و ناسزا گفتن به بابام. منم بغض می کردم و سرمو مینداختم پایین و جوابی نمی دادم. شهناز تا لنگ ظهر می خوابید. وقتی هم بیدار می شد انتظار داشت من همه کارا رو کرده باشم. حتی وقتایی هم که داییم نبود به مادرم فحش میداد و از بدیش میگفت. قلبم تیر میکشید و هیچی برای گفتن نداشتم جز اینکه شبا تو اتاق کوچیکم زیر پتو بی صدا گریه کنم. دکتر فرید گفته بود زیاد بهش چیزای شور و ترش نباید بدین. داییم آلو سبز خریده بود و من برای فرید شستم و بردم و بهش دادم. ازم میخواست که براش نمک بزنم و شورش کنم، اما دکتر گفته بود نمک براش سمه و به هیچ وجه نباید بخوره. شهنازم تاکید کرده بود که یه وقت نمک بهش ندی. فرید از اینکه به خواستش عمل نکردم خیلی لجش گرفت و وقتی کسی پیشمون نبود خودش از رو ویلچر پرت کرد پایین و دادش رفت هوا. هر کاری کردم جلوشو بگیرم نتونستم. خواستم کمکش کنم که از صدای دادش پدر و مادرش اومدن تو اتاق. فرید داد میزد و به من اشاره میکرد که من از رو ویلچر انداختمش. پدر مادرش هاج و واج نگامون میکردن. هول شده بودم. تا اومدم بگم کار من نبود ریختن سرم و حالا نزن کی بزن. به هم فحش میدادن. داییم میگفت حرومزاده کارت به جای رسیده بچه منو کتک میزنی؟ میخوای بکشیش؟ شهناز میگفت
دختری چش سفید آب زیرکا، زورت به بچه مریض من میرسه؟ اونقدر زدن که داشتم از حال میرفتم. فرید با رضایت نگاه میکرد و خوشحال بود که نقشش گرفته. بعدن هر چقدر قسم خوردم که کار من نبوده و خودش از لج این که بهش نمک ندادم خودشو پرت کرده رو زمین، باورشون نمیشد و فکر میکردن دارم دروغ میگم. به هر حال از اون به بعد دیگه کوچکترین مخالفتی با فرید نمیکردم و هرچی میگفت گوش میدادم. بدبختی هم با فرید و پدر مادرش یه طرف همش قابل تحمل بود. اما مشکل اصلیم درست زمانی بود که فرزاد پسردای وسطیم میومد مرخصی. 20 سالش بود و به شدت پسر نچسب و مزخرفی بود. تحمل فرید با اون اذیتاش خیلی راحت تر بود تا فرزاد. وقتی میومد من خیلی معذب میشدم. سعی میکردم زیاد جلوش آفتابی نشم، چون همش سر به سرم میذاشت و سعی میکرد باهام سر صحبت و شوخی و باز کنه که من بهش اجازه نمیدادم و ازش فرار میکردم. تا اینکه بالاخره خدمتش تموم شد و اون موقع من 15 سالم بود و 2 سال سخت رو کنار خانواده دایم گذرونده بودم. شهناز چپ و راست دستور میداد و اگه کوچکترین چیزی برخلاف میلش بود غر زدناش شروع میشد. حتی منت کوچکترین لقمه هم که تو خونشون میخوردم رو سرم بود. حالا تو زمان زنده بودن مامانم هم داییم و هم زنداین همچین عزت و ارادتی بهش نداشتن. اما حالا راه به راه میگفتن تو دختر قاتل سیمینی و میبینیمت جیگرمون میسوزه و به بابام ناسزا میگفتن و حرصمو در میآوردن. فرید که دیگه جای خود داره. حتی شلوارش هم خیس میکرد و من مجبور به شستن بودم و دیگه غروری برام نمونده بود و عادت کرده بودم به کلفتی و پرستاری و تحقیر شدن. خلاصه که خدمت فرزاد تموم شد و برگشت و مشکلی به مشکلات من اضافه شد. از همون روزای اول به راحتی میشد فهمید که برام نقشه کشیده. به بهانه‌های مختلف میومد پیشم. یا مثلا نهار و شامشو تنهایی تو اتاق میخورد و من باید براش میبردم. هر وقت میبردم کلی اذیتم میکرد و ازم میخواست بشینم باهاش غذا بخورم. ولی من میفهمیدم که چیا تو ذهنشه و بهش گوش نمیدادم. یا هر کاری که تو خونه داشت فقط منو صدا میزد و یا میخواست لباسی بپوشه از من نظر میخواست. یا گاهی میخواست خوراکی چیزی بگیره برای منم میآورد یا ازم تعریف میکرد. مثلا میگفت چقدر موهات بلند و خوشگل شده، یا میگفت چقدر قدت بلند شده کیمیا. از این جور حرکات که من اصلا ازش خوشم نمیومد. کم کم جلوی مادر پدرشم از رو در اومده بود و با هم شوخی میکرد که مامانش چش قره میومد و بهش میپرید. اما فایده نداشت. یه شب که کلی از کار کردن خسته بودم و عین جنازه افتاده بودم حس کردم کسی بالای سرمه. فرزاد بود که بدون اجازه اومده بود تو اتاقم. گفت نترس کاریت ندارم که. گفتم اگه نری داد و بیداد را میندازم و هر جوری که بود بیرونش کردم و بعد از ترس تا صبح پلک رو هم نذاشتم. دیگه بیشتر از قبل مراقب بودم و حواسم بیشتر به خودم بود و در مقابل فرزاد محکم‌تر بودم. اما اون وقیح‌تر میشد. همش حواسش بهم بود و هر جا میرفتم دنبالم میومد. شرایطم دیگه خیلی سخت شده بود. تنها امیدم این بود که تو خانواده مادریم بمونم و تحقیرا و قرقرا و فحشاشون رو بشنوم، اما نذارم بابامو قصاص کنن. اما بازم برای پدرم خواهش تمنا میکردم که شما رو به خدا بابامو اعدام نکنین. پرونده همچنان باز بود و فعلا تکلیفمون معلوم نبود. فرزادم بیشتر و بیشتر دنبالم بود و منم که خوب میدونستم چی تو سرشه به هیچ چراغ سبزی نشون نمیدادم و حالم ازش به هم میخورد. اونم میدید که نمیتونه تسلیمم کنه نقشه کشید و از در دیگه‌ای وارد شد. اولش بهم گفت که دوستم داره و میخواد با هم ازدواج کنه. منم که 15 سالم بود و بچه بودم. با خودم رویا میبافتم که اگه زن فرهاد بشم هم حمایت فرزادو به دست میارم و همین که فرزاد دیگه مراقبم و میشم عروس خانواده و ممکنه مادر بزرگم هم راضی کنه و به بابام رضایت بده.
اما بازم گولشو نخوردم و به فرزاد گفتم باشه خب با هم ازدواج کنیم، بعد هر کاری دوست داری بکن که بهونه آورد و گفت فعلا نمیشه. الان تو جایگاه خوبی تو خانواده نداری. اول باید یکم با هم باشیم که اخلاقیاتمون دست هم بیاد و همین که من باید توی این مدت برای بابات رضایت بگیرم و درش بیاریم. چون با این وضع زندونی بودن بابات محال اجازه بدن با هم ازدواج کنیم. اما من حرفشو باور نمی کردم. از کجا معلوم دروغ نمیگه و وقتی کارشو کرد نزنه زیر حرفاش. حرفاشو باور نداشتم. اما همش تو ذهنم تکرار می شدن و بهشون فکر می کردم. یعنی فرزاد واقعا دوستم داشت؟ اگه راست می گفت و جدی میتونست کمکم کنه و بابامو نجات بده چی؟ چقدر دلم میخواست حرفای فرزاد راست باشه تا بتونم بهش تکیه کنم. آخه تو اون سن و سال اوضاعی که من داشتم سخت به یک تکیهگاه امن نیاز داشتم. نیاز داشتم یکی مراقبم باشه، یکی دوستم داشته باشه و یکی همراه هم باشه کمکم کنه پدرم رو آزاد کنیم. با وجود این همه نیاز بازم به فرزاد اعتماد نداشتم. اما چاره ای هم نبود و تنها راهی بود که میتونستم از این وضع در بیام و اوضاع تغییر بکنه. این بود که به فرزاد اعتماد کنم و خودم رو به دستش بسپارم. از طرفی اون بهم گفته بود که عاشقمه و قول قرار ازدواج با هم گذاشته بود. کم کم بینمون رابطه برقرار شد، اما نه رابطه ای که فکر کنین، فقط در حد صحبت و حرف زدنهای یواشکی و پنهونی. ازش قول گرفته بودم تا زمانی که ازدواج نکردیم سمتم نیاد و به هم دست نزنه. اونم با اینکه ناراضی بود از همون اول به قصد رابطه جلو اومده بود، قول داده بود که کاری به کارم نداشته باشه و فقط وقتایی که کسی حواسش بهمون نبود دستمو میگرفت و یا مثلا صورتمو با اینکه نمیخواستم میبوسید. هر سر این کارو میکرد من از خجالت و ترس اینکه کسی ببینه میمردم و زنده میشدم و فوراً ازش فرار میکردم. همش میترسیدم رو قولش نمونه و بخواد کاری با هم بکنه. اما اینو میدونستم اون عین من از مادر پدرش ترس داره و نمیخواد چیزی بفهمن. نه اینکه برای من ناراحت باشه، نه، برای اینکه من حکم کلفت خونشونو داشتم و در واقع به جای خون خواهرشون که مادر خودم باشه داشتن زجرم میدادن و ازم بیگاری میکشیدن. براشون ننگ بود که پسرشون با هم سر سری داشته باشه. از طرفی 1 ماهی گذشته بود و هیچ اقدامی برای بابام نکرده بود و برای همون یه ذره اعتمادی هم که بهش داشتم از دست دادم و یه بهش روی خوش نشون ندادم و پسش میزدم و ازش خواستم که دیگه دست از سرم برداره. یه مدت همینجور گذشت و اونم دیگه کمتر طرفم میومد و خیال میکردم دیگه کاریم نداره و بی خیالم شده. خوشحال بودم تا اینکه من وقتایی که شهناز خونه بود جرأت حموم کردن نداشتم، چون سر 2 دقیقه می اومد و در حمومو میزد و داد و بیداد را مینداخت که دختر این آبو هدر نده و زود باش تمومش کن. پول مفت نداریم که تو 1 ساعت رفتی زیر دوش و از این حرفا. منم میذاشتم وقتایی که میرفت بیرون فوری میپریدم تو حموم و با خیال راحت دوش میگرفتم. یه شب داییم و زنداییم رفته بودن عروسی یکی از آشناهاشون. فرزادم خونه نبود. من فکر کردم اونم باهاشون رفته عروسی. شام فریدو دادم و با خیال راحت لباسامو در آوردم و رفتم حموم. اما چون خیالم راحت بود که کسی خونه نیست، اونا هم تازه رفتن و حالا سر کله‌شون پیدا نمیشه، فراموش کردم در از پشت قفل کنم و از طرفیم همش 10-15 دقیقه بیشتر کارم طول نمیکشید و خیلی زود مشغول شدم. پشتم به در بود که یک دفعه احساس کردم یکی وارد حموم شد و تا فهمید من متوجه شدم پرید و از پشت بغلم کرد. شروع کردم جیغ زدن که دهنمو گرفت و گفت نترس کیمیا، نترس، کاریت ندارم. فرزاد بود. کی اومده بود؟ خیلی ترسیده بودم و خجالت زده شدم. سریع از تو حموم پرتش کردم بیرون و فوشش میدادم که گم شو عوضی، چی میخوای از جونم؟ که گفت کاریت ندارم، میخوام باهات حرف بزنم. هر جوری بود دهنمو بست و گفت ببین من 100 بار گفتم دوستت دارم و تو نفهمیدی. دیگه خودت چاره‌ای برام نذاشتی. حواست که نبود کلی عکس لخت ازت گرفتم و تو گوشیم دارم. بخوای بهت نشون میدم.
اگه بخوای جلومو بگیری و مانعم بشی، این عکس‌ها رو به همه نشون میدم و میگم که تو با من بودی و خودت گولم زدی و با هم خوابیدی که مخمو بزنی و برای بابات رضایت بگیرم.